اگه الان باید درس بخونی ولی داری هر کاری میکنی بجز درس خوندن، گوشی رو چک میکنی، اتاقت رو مرتب میکنی، یهو یادت میفته باید آب بخوری، بعدش میری یوتیوب، فقط 5 دقیقه. صبر کن. این ویدیو دقیقاً برای توه. حقیقت اینه که تو از درس خوندن فرار نمی کنی. تو از حسی که درس خوندن بهت میده فرار می کنی. حس گیجی، استرس، ندانستن از کجا شروع کنی، ترس از این که بازم نفهمم. مغزت اینو خطر میبینه و هر خطری مساوی است با فرار. پس مغزت میگه بیا اول یه کار ساده تر بکنیم و اینجاست که گوشی وارد میشه. بیشتر آدم‌ها فکر میکنن مشکلشون اینه که حوصله ندارم یا انگیزه ندارم. نه، مشکل اینه که تو داری به کل درس نگاه میکنی، نه به قدم بعدی. مغز انسان با کوه مشکل داره ولی با یک قدم نه. پس این کاریه که باید بکنی. نه اینکه باید 3 ساعت درس بخونم. اینکه فقط کتاب رو باز میکنم. فقط همین. نه خوندن، نه فهمیدن، نه تمرکز. فقط باز کردن. چرا؟ چون وقتی شروع کنی مقاومت میریزه. 90% سختی درس قبل از شروعشه، نه بعدش. به خودت بگو فقط 5 دقیقه. بعد از 5 دقیقه آزادی ولش کنی. ولی بیشتر وقتا چی میشه؟ ادامه میدی. چون مغزت دیگه توی مود فرار نیست، رفته توی مود انجام دادن. تو تنبل نیستی، احمق نیستی، عقب افتاده نیستی. فقط داری اشتباه شروع میکنی. درس خوندن با انگیزه شروع نمیشه. با یه حرکت خیلی کوچیک شروع میشه. الان بعد از این ویدیو نه برنامه، نه فشار، نه هدف بزرگ. فقط کتاب رو باز کن. 5 دقیقه. همین. اگه این ویدیو یه ذره کمکت کرد، یادت باشه مشکل تو نیستی. روش اشتباهه. اگه این نکته برات مفید بود، حتما منو فالو کن تا ویدیوهای مفید بیشتری ببینی.